من محمدم و اینجا کانال کلید محمد. امروز اومدیم طریقه کار کردن با نرم افزار سنا ردیاب به شما آموزش بدیم. قبل از اون چند تا نکته رو براتون میگم. ببینید، بر روی تمامی محصولات سنا ردیاب یه دونه کد هست. این کد خیلی مهمه که جلوتر میگم چه کاربردی داره. همچنین یه دونه راهنمای نصب که شما میتونید اینو اسکن کنید که وارد سایت سنا ردیاب میشید و خیلی راحت میتونید راهنمای نصب این محصول رو بخونید. به سراغ نرم افزار سنا ردیاب میریم. نرم افزار رو باز میکنیم. ببینید، نرم افزار دو قسمت داره: نام کاربری، شماره سریال. نام کاربری برای افرادیه که از چند تا ردیاب استفاده میکنن که میتونید به شرکت بگید براتون فعال کنه. ما از شماره سریال استفاده میکنیم، همون شماره‌ای که چند لحظه پیش خدمتتون گفتم. در اینجا قسمت بالا شماره سریال رو وارد میکنیم و در پایین رمز ورود که 1 تا 6 است. بعد یادآوری و ورود رو میزنیم. من از پنل دمو استفاده میکنم. وارد پنل دمو میشیم. ببینید در این پایین ما چند تا گزینه داریم: بیشتر، خاموش کردن، تاریخچه، لغو خاموشی، تماس. خاموش کردن و لغو خاموشی برای ردیاب‌های رلی برای قطع کردن برق خودرو یا موتورسیکلت است. تاریخچه به ما نشون میده که این وسیله در روزهای قبلی یا گذشته کجا رفته اومده. و تماس، شما با سیم کارت داخل ردیاب تماس میگیرید و شنود میکنید. بیشتر رو میزنید. یه دونه ارسال دستور داریم که همون خاموش کردن و لغو خاموشی اینجا داریم. یه دونه هشدار و لغو هشدار برای زمانی که فرض کنید شما مهمونی دوست ندارید براتون هشدار بیاد. یه دونه هشدار هم با جرس صغیر که فاصله 500 متره، شما میتونید تنظیم کنید که این فاصله چقدر باشه، از فاصله 500 تا 1000 متر. زمانی که جابجا بشه به شما هشدار میده. یه دونه هشدار استارت هست که برای ردیاب‌های رلی برای باز کردن پله ACC. تنظیمات دستگاه: شماره ادمین که شماره خودتونه، تنظیمات که بهتره روی 3.5 بذارید، تنظیمات زمانشو. میزان حساسیت سنسور شما میتونید بین 1 تا 9.1 بذارید. ستارت دستگاه، برگشت به تنظیمات کارخانه، پیامک، زنگ هشدار که میتونید زنگ‌های متفاوتی بذارید و پیام دستگاه. یه قسمت ردیابی هست که شما رو نمایش میده. یه قسمت گزارش هست که اتفاقایی که افتاده رو همینجا براتون لیست میکنه. یه دونه تنظیمات هست که اطلاعات شما رو داره: اطلاعات کاربر، تغییر قالب، دستورالعمل‌ها، رفتن به وبسایت سنا ردیاب، بازخورد و نظرسنجی درباره ما و تغییر رمز ورود که خیلی مهمه، خروج از حساب کاربری. یه دونه اطلاعات دستگاه داره که اینجا شماره سیم کارت میشه شماره‌ای که داخل ردیابه. نام دستگاه رو میتونید انتخاب کنید. شماره کاربر میشه شماره خودتون. آیکون رو میتونید تغییر بدید که آیکون‌های متفاوتی داره. شما میتونید هر آیکونی که دوست دارید بذارید. یه دونه تماس با پشتیبانی که بزنید مستقیم با پشتیبانی سنا ردیاب تماس میگیره. یه دونه تغییر رمز وروده و یه دونه حصار جغرافیایی. حصار جغرافیایی شما میتونید یه محدوده رو مشخص کنید که وسیله یا موتورسیکلت شما از اون محدوده خارج بشه به شما هشدار میده. این هم نحوه کار کردن با نرم افزار سنا ردیاب.